و حضرت علی این مطلب، البته شما دروغ میگید علی حضرت علی ها. حضرت سوال، شهدا، غسل شهدا مستحبه، پیامبران که از شهدا مقامشون بالاتره و غسلشون من باب اولا مستحب تره، یعنی مستحب من حیث از حکم وجوب به مستحب میرسه. اما تعیین خلیفه بعد از رسول الله، دقت، بعد از رسول الله واجبه. پس حضرت علی یک واجب را ترک کرد برای یک عمل مستحب، اونم عمل مستحب انجام نداد. دفن رسول الله توسط ابوبکر، عمر، علی و اینها صورت گرفت و عباس و اینها صورت گرفت. دفن رسول الله. حضرت علی چیکار کرد؟ شما بگید نه. ابوبکر و عمر، مدیریت رو از ابوبکر و عمر یاد بگیرید. البته حضرت علی فضیلت داشت، ربطی به شما نداره. ابوبکر و عمر آمدن وضعیت آشفتگی که به نحوی وجود داشت رو مدیریت کردن، جانشین تعیین کردن، بعد وارد شدن، رسول الله رو دفن کردن، نماز خوندن. بهترین کار مدیریت به این میگن. حضرت علی چیکار کرد؟ شما میگید البته دروغ به حضرت علی مندید. حضرت علی در انتخاب رسول جانشین رسول الله شرکت نکرد، رسول الله هم دفن نکرد. حرفی برای گفتن باقی نمیمونه. جناب استاد استفاده میکنیم از محضر. بله، ایشون در واقع ادامه همون بحث قبلیشون. اولا میگن که حضرت علی نه در تعیین جانشین خلیفه انتخاب شرکت کرد، بله. نه در دفن شرکت کرد. بعد کمتر از 30 ثانیه بعد خودش میگه که حضرت علی رو ابوبکر، عمر و حضرت علی، پیامبر رو ابوبکر، عمر و حضرت علی و عباس بودن که دفن کردن. خب بالاخره حضرت علی دفن کرد یا دفن نکرد؟ بالاخره حضرت علی حضور داشت یا نداشت؟ بله. و اینو 2 بار 3 بار هی داره تکرار میکنه. یعنی اینکه واقعا دروغگو فراموشکار هست، نمیتونه این مسئله رو جمع بکنه. در عین حال یه نکته‌ای هم کنار قصه مطرح میکنه، میگه غسل پیامبر که واجب نبود، این کار واجب رو که واجب نبود، این کار مستحب بود. بعد مثال به چی میزنه؟ میگه شهدا غسلشون مستحبه، پیامبر مقامش از شهدا بالاتره، پس به طریق اولا مستحبتره. حالا نمیدونم چجوری مستحبتر یعنی چی، یعنی میگه یعنی بعد خودش میگه یعنی از وجوب میاد به سمت مستحب، ولی مستحبتره. حالا نمیدونم یعنی چی، ولی ببینید اولا که این قیاس مع الفارق. مثلا شهدا غسل ندارن، شهید معرکه غسل ندارد. حالا یکی در غیر معرکه از دنیا رفتش، ولی اینکه از نظر معنوی یا مثلا الهی مقامش بالاتر باشه، این حکم ظاهریه، مقامات او رو نشون نمیده. خدای متعال گفته این کسی که تیر به بدنش اصابت کرد، شمشیر به بدنش اصابت کرد در میدان، حتی در این حرف هست که اگر همون زخمی از میدان آوردن عقب، در بعد از اون از دنیا رفتش با جراحت، خب اینم شهیده دیگه، چه فرقی میکنه اونجا از دنیا بره یا بیرون؟ ولی این غسل و کفن داره، باید انجام بشه. خب حالا میگه آقا این پیامبر این غسلش مستحب بود با این قیاس نامربوطی که انجام داد. بعد میگه که ولی انتخاب خلیفه واجب بود. اولا که شما میگید که خلیفه امر دنیاییه، چرا باید واجب باشه؟ ثانیاً اگر ما میخوایم بگیم، ما میگیم آقا پیامبر خلیفه انتخاب کرده بود، خیالتون راحت، هیچ وجوبی بر شما نداره. اینکه وجوب بر اینها داره، کی گفته وجوب بر اینها داره؟ کی این مسئولیت رو، کجا پیامبر این مسئولیت رو گذاشتن بر عهده این اشخاص که در سقیفه بنی ساعده بودن؟ شما باید خلیفه انتخاب کنید و این امر خیلی مهمیه بر شما. اصلا اینهایی که اومدن برای تعیین خلیفه توسط کی تعیین شدن؟ کی تعیین شدن؟ کی پیامبر بهشون همچین مسئولیتی مهمی داد که این کارو انجام بدن؟ اینا در واقع اول باید خودشون رو اثبات بکنن. اینم یه نکته. ضمن اینکه اگر پیامبر غسلش هم مستحب باشه، غسل نداشته باشه، دفنش که واجبه. یعنی اونم اگه بخواد مستحب بکنه، دفن که واجبه. امیرالمومنین فقط وای نستاده بودن که پیامبر رو غسل بدن. بله. ایستاده بودن پیامبر غسل دارد، نماز دارد، دفن دارد. درسته؟ حالا غسلشو بگی مستحبه، نمازشو بگی حالا دیگران هم آمدند و خواندند، دفن پیامبر که واجبه. ولی لذا بین یه واجب و مستحب نبوده.
اگر اون واجب باشه که ما میگیم واجب نیست، که انتخاب خلیفه که میگیم واجب نیست، اصلا خدا کجای قرآن گفته که شما بشینید خلیفه انتخاب کنید واجبه بر شما؟ کجا پیامبر فرموده بود که یادتون نره حتما لحظه که من از دنیا رفتم زود خلیفه انتخاب بکنید دیر نشه، چون ممکنه نونواییات دیگه بعد نون گیر نیاد، نمیدونم زندگیتون به هم بخوره. کجا یه همچین چیزی گفته بودن پیامبر؟ پس این اولا اون واجب نیست. مقابلش هم که مستحب کرد که بگه آقا مستحب مقابل واجب، امیرالمومنین مستحب رو گرفته واجب رو رها کرده، اون مستحبم مستحب نیست. بر فرض که غسل مستحب باشه که این گونه نیست، باید دفن بشه. دفن که دیگه واجبه، بقیه امور که واجبه. احترام پیغمبر و توقیر پیامبر هم به اصطلاح واجب هست. در عین حال ایشون یه چیزی میخواد القا بکنه، بگه که اصلا امیرالمومنین دفن انجام نداد. بله. اگه منظورش انجام ندادنه که خودش هم وسطش گفت که بله انجام داد، اعتراف کرد و تمام منابع تاریخی هم همینو میگن، و اگر مقصودش تأخیر در دفنه که اون تأخیر در دفن به الزام و اجبار بوده. شما یه کسی که پیامبر این امت هست رو نمیتونی یه مرتبه سریع، امیرالمومنین خودشون غسل میدادن، کفن میکردن، دفن میکردن، مردم میدن خب کو پیامبر دفن کردیم تمام شد. خب این که نمیشد که. احترام پیامبر مردم دلشون میخواد در اون شرایط، به قول خود این آقا 10,000 نفر 12,000 نفر که جالبه 10,000 نفر 12,000 نفر تو مدینن به امیرالمومنین نماز میخونن، تو مدینن و کسانی هستن که میتونن نماز بخونن و بیان چند تا توی حجره پیامبر نماز بخونن که عمده اینها باید مرد باشن علل قاعده که میان داخل حجره و امیرالمومنین هست و نماز میخونن و غیره. بعد اینا میگن تو همین برنامه میگه آقا مجموع کسایی که در قدیر بودن ما میگیم 10,000 تا بوده، شما میگید 124,000 تا بوده، 110,000 تا بوده. خب اگه مردم مدینه فقط در قدیر بودن، یعنی فقط مردم مدینهش 10,000 تا بودن، 12,000 تا بودن، بقیه مردم چی؟ یعنی کل قدیر رو باید ما مردم مدینه، در حالی که مردم از شهرهای دیگه و مناطق دیگه بودن. بله. لذا این ضد و نقیضی که در کلام اینها در این باب وجود داره و نمیتونن مسئله رو حل کنن.